سلام، طاهری سفر هستم. با اخبار امروز جمعه 25 سپتامبر همراه شما. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات با افسران و سربازان نیروهای مسلح گفت دستور داده است به آنهایی که در آشوب عبدالحلیم نظرزاده دست داشتند جزای سزاوار داده شود. امام علی رحمان ضمن سخنرانی در حضور سربازان گواردیای ملی و افسران دیگر نهادهای قدرتی گروه عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع را گروه تروریستی و طرفدارانش را ناسپاس خواند و گفت آنها از خارجیان کمک گرفتند. من با مقامات حقوق و ساختارهای تفتیشاتی سپارش قطعی دادم که تمام چاره‌ها را اندیشند تا جنایتکاران و خائنان موافق کردار صادر کردهشان در نزد قانون جواب گویند. رئیس جمهوری تاجیکستان کشور یا گروه خارجی را نام نبرد و بعد راهپیمایی سربازان و افسران نیروهای مسلح به بعضی از آنها رتبه‌های نوین نظامی داد. رستم امکی فرمانده الفا و یا واحد ضد تروریستی کمیته امنیت ملی که در جنگ بر ضد گروه مسلح عبدالحلیم نظرزاده کشته شد پس از مرگش به عنوان ژنرال مشرف شد. در عملیات به ضد گروه مسلح معاون سابق وزیر دفاع در دره رامیت که ماه سپتامبر ادامه داشت 14 مأمور امنیتی کشته شدند. مقامات تاجیکستان سبب‌های قصد خودکشی یک دختر 23 ساله را تحقیق می‌کنند که باعث هلاکت 3 فرزند خردساله شد. سلامت پیرو از ناحیه وخش روز 21 سپتامبر همراه با 3 طفل خردسالش خود را به رودخانه وخش انداخته است ولی او زنده مانده و کودکانش جان دادند. سلامت پیرو پیش از آن که خود و علیشری 4 ساله، صدبرگ 2 ساله و سمیه 6 ماهه را بر رودخانه بیاندازد خانه زیستشان را آتش زده است. عین زمان او در بیمارستان است. خویشاوندانش میگویند نمیدانند چرا مادر فرزندان خردسال چنین کاری کرده است ولی این جفت جوان زندگی فقیرانه داشتند. از این پیشتر یک زن جوان از ناحیه یاوا نیز عین کار را در دوشنبه کرد و خودش زنده ماند و 3 فرزندش جان دادند. یک ساکن ناحیه قبادیان در ولایت ختلان میگوید یکی از فرزندانش را افراطگرایان اسلامی در سوریه ظاهراً برای قسمی وفاداری نخوردنش به زندان انداختند. عظیم جان علی مردانوف آموزگار از جماعت 20 سالگی استقلال به رادیو آزادی گفت 2 پسرش الداربک و انزاربک به سوریه رفتند و او تا کنون از احوالشان خبر ندارد. اکنون این طرفش میوام گفته خودش اینم خسته همین دادار ما میبیارم گفته اینم غلطید. بعد فهمیدم که گفت که همین زندان در غلطیده. اونش بعد 2 ماه برو ماده است پسرم ایلدار بیگ خیلی 2 تاش همین طرف داده حاضر معلوم که یک تا زندان دا میگه من راستگه یگان اینترنت خط گو نزدم. پسران عظیم جان علی مردانوف سال گذشته به سوریه رفتند و او میگوید از پسرانش میخواهد به نزد خانواده به تاجیکستان برگردند زیرا در سوریه جهاد نیست. مصاحبه کامل با عظیم جان علی مردانوف را در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. دانشمندان تاجیکستان در یک همایش در فرهنگستان علوم 95 سالگی محمد آسیمی یکی از عالمان برجسته کشور را تجلیل کردند. در این همایش درباره نقش این فیلسوف برای رشد علم در تاجیکستان صحبت شد و گفتند که قرار است 100 سالگی این دانشمند در سال 2020 در سطح بین الملل تجلیل شود. انتظار می رود تا آن زمان کتاب و خاطرات مرحوم را برای نشر آماده کنند. محمد آسیمی وزیر سابق معارف رئیس سابق اکادمی علوم 29 ایول سال 1996 در زمان جنگ شهروندی از طرف افراد مسلح کشته شد. حکومت تاجیکستان برای خدمت‌هایش دانشگاه تکنیکی و یک خیابان را در دوشنبه به نام آسیمی گذاشته است. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های هم